شاه شمال استاد عطا محمد نور. عطا محمد نور ولی پیشین ولایت بلخ، فرمانده پیشین مجاهدین، یکی از قدرتمندترین سیاستمداران، یکی از ثروتمندترین شخصان و رهبر اصلی تاجیکان در افغانستان می باشد. گنرال عطا محمد نور تقریباً 60,000 سرباز شخصی دارد. تحلیلگران به این باورند که در صورت جنگ شهروندی در افغانستان او می تواند تمام شمال افغانستان را زیر تصرف خود قرار بدهد. استاد عطا سال 1965 در شهر مزار شریف در ولایت بلخ افغانستان در عائله تاجیک به دنیا آمده است. استاد شاه شمال و یا امپراتور شمال لقب‌های او می باشند. استاد عطا تا سال 1979 همچون معلم مکتب کار میکرد. پس از اشغال افغانستان توسط شوروی به مجاهدین درس داد و بعداً عضو و فرمانده جمعیت اسلامی شد. تا سال 1992 قدرتمندترین فرمانده در شمال افغانستان به شمار می رفت. سال 1996 فرماندهی ائتلاف شمالی ضد طالبان را که رهبر آن احمد شاه مسعود بود در ولایت بلخ به عهده داشت. شاه شمال عطا محمد نور از سال 2004 تا 2018 ولی ولایت بلخ بود. او بلخ را به امن‌ترین ولایت افغانستان تبدیل داد. مردم هم از استاد عطا برای تأمین امنیت پشتیبانی میکنند. تمام تجارت در ولایت بلخ زیر نظارت او می باشد. موافق مجله The اکونومیست یکی از ثروتمندترین شخصان افغانستان به شمار می رود. استاد عطا سال 2012 رساله نامزدی خود را در دانشگاه تجارتی تاجیکستان حمایت کرده حالا به تهیه رساله دکتریش مشغول است. استاد عطا صاحب 5 پسر و 2 دختر می باشد.